عطر قرآن عطر ایمان میرسد. ای مسلمانان مسلمانی کنید، مرزبانان حریم روشنی، حرمت دین را نگهبانی کنید. عاشقان آمد بهاری گلفشان، باغ دلها را گل افشانی کنید. عطر سبز نوبهار عاشقی است، کوچه دل را چراغانی کنید. عطر سبز نوبهار عاشقی است، کوچه دل را چراغانی کنید. عطر قرآن عطر ایمان میرسد. ای مسلمانان مسلمانی کنید، مرزبانان حریم روشنی، حرمت دین را نگهبانی کنید. نبی سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك. حدیث نبوی صلی الله علیه و سلم. يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله. عن أنس رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: قال الله تعالى: يا ابن آدم إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك على ما كان منك ولا أبالي. يا ابن آدم لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني غفرت لك. يا ابن آدم إنك لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة. حضرت انس رضی الله عنه روایت می کنند که رسول اکرم نبی رحمت محمد مصطفی امین صلی الله علیه و سلم ارشاد فرمودند که الله تبارک و تعالی می فرمایند: ای فرزند آدم، هرگاه از من دعا و پوزش بخواهی، من با همه گناهانی که داری تو را عفو نموده گناهانت را می بخشم و هیچ باکی هم ندارم. ای فرزند آدم، ای بندگانم، اگر گناهان تو تا به آسمان برسد، باز هم از درگاه من عفو و آمرزش بخواهی، من تو را عفو نموده گناهانت را می بخشم. ای فرزند آدم، هرگاه به پیمانه زمین گناه کردی و به درگاه من به توبه و دعای مغفرت پرداختی و در حالی که شریک و مانندی برایم نیاوری، من به اندازه گناهانت برای تو مغفرت عطا می کنم. حدیث صحیح رواه ترمذی و احمد. سبحان الله سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. تلویزیون اسلامی ایمان، صدای ایمانداران و یکتا پرستان.
أعوذ بالله من الشیطان الرجیم. پناه میبرم به الله سبحانه و تعالی از شیطان رانده شده. بسم الله الرحمن الرحیم. به نام پروردگاری که بی نهایت بخشاینده و بی نهایت با رحم است. قل هو الله احد. بگو او الله سبحانه و تعالی یکتا و یگانه است. الله الصمد. الله بی نیاز است. لم یلد ولم یولد. نزایده است کسی را و نه هم از کسی زایده شده است. ولم یکن له کفوا احد. و نیست برای او همسان و شریک کسی. قال أفتعبدون من دون الله ما لا ينفعكم شيئا ولا يضركم أف لكم ولما تعبدون من دون الله أفلا تعقلون. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد افترى إثما عظيما. يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه ضعف الطالب والمطلوب ما قدروا الله حق قدره إن الله لقوي عزيز. وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. وترى المجرمين يومئذ مقرنين في الأصفاد سرابيلهم من قطران وتغشى وجوههم النار. سرابيلهم من قطران وتغشى وجوههم النار ليجزي الله كل نفس ما كسبت إن الله سريع الحساب. ها أنتم هؤلاء جادلتم عنهم في الحياة الدنيا فمن يجادل الله عنهم يوم القيامة أم من يكون عليهم وكيلا. ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما. ومن يكسب إثما فإنما يكسبه على نفسه وكان الله عليما حكيما. ومن يكسب خطيئة أو إثما ثم يرم به بريئا فقد احتمل بهتانا وإثما مبينا. و این که گفتن آیا ائمه علیهم السلام از حاجات ما اطلاع دارن یا ندارن، عزیزم اگر نظر شیعه را میخواهید، نظر بنده را میخواهید، بله ائمه علیهم السلام، آقا امام رضا که من امروز بخوام برم حرمشون از حضرت حاجت بخواهم، نه تنها الان حاجت منو میداند
بلکه قبل از آن که من به دنیا بیام، قبل از خلقت من، امام رضا میداند که من روز فلان، ساعت فلان، دقیقه فلان به حرم او میروم و این حاجت را از او خواهم خواست. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء إن أنا إلا نذير وبشير لقوم يؤمنون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الذين تدعون من دون الله عباد أمثالكم فادعوهم فليستجيبوا لكم إن كنتم صادقين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير. قل أتعبدون من دون الله ما لا يملك لكم ضرا ولا نفعا والله هو السميع العليم. قل يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم غير الحق ولا تتبعوا أهواء قوم قد ضلوا من قبل وأضلوا كثيرا وضلوا عن سواء السبيل. وقال المسيح يا بني إسرائيل اعبدوا الله ربي وربكم إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. ذلك هدى الله يهدي به من يشاء من عباده ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. این مکان به چهلخانه شهرت دارد، جایی که خیله ها از اول نوروز الی 40 روز اینجا به ذکر می نشینند. یک روز قبل از نوروز ده ها نابینا و معلول از نقاط مختلف افغانستان در این مکان جمع می شوند با امید اینکه با برافراشتن علم منسوب به حضرت علی آنها نیز شفا یابند. محمد شفیق 15 سال است در این زیارت خدمت می کند. با عقیده او مراسم برافراشتن پرچم امام علی شفا دهنده بیماران است. وقتی که جنده حضرت شاه پیش از او یا بعد از او، یک روز یا بعد از یک روز این برافراشته میشه، چون ما در چشم خود دیدیم همین نابینا یا که معیوب است یا که یک تکلیف چیز روانی دارن یا همیشون شفایاب میشن. أرأيت من اتخذ إلهه هواه أفأنت تكون عليه وكيلا أم تحسب أن أكثرهم يسمعون أو يعقلون إن هم إلا كالأنعام بل هم أضل سبيلا أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض أإله مع الله قليلا ما تذكرون إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا فأولئك أتوب عليهم وأنا التواب الرحيم.
بسم الله الرحمن الرحیم. حبيبي 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 أنت رحماني، أنا إن تبت مناني وإن أذنبت رجاني وإن أدبرت. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا مولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت فمنهم من هدى الله ومنهم من حقت عليه الضلالة فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. خطبه های ما و شما برادر اسلام در امتداد دست های خطبه های گذشته در رابطه با ایمان انسان مؤمن و مسلمان و انبیاء علیهم السلام ادامه داره و گفتیم که درس های خطبه را در رابطه با عقیده انسان مؤمن و مسلمان که از دیر زمان است که ما و شما شروع کردیم و در هر خطبه به قدر استطاعت بشری و انسانی در رابطه با مسائل عقیده انسان مؤمن و مسلمان که با کمال تاسف بگوییم که در عصر حاضر ما و شما به حد ضعیف شده این مسائل با شما یادآور میشیم، چرا یکی از اموراتی که باعث تقویه ایمان انسان مؤمن و مسلمان میشه فهم و درک مسائل عقیده است. یعنی هر قدر که در رابطه با مسائل عقیده فهم و درک و دانش ما و شما زیادتر شده بره، با ما اندازه ایمان انسان هم قوت میگیره. و برعکس قضیه برای ما و شما میگه که هر قدر که فهم و درک و دانش ما و شما در رابطه با مسائل ایمان و عقیده ضعیف شده بره، با ما اندازه ایمان هم خود ضعیف کرده میره. و ما و شما با کمال تاسف بگوییم در این مرحله قرار داریم، مرحله ضعف ایمانی که ما و شما را به یک کار نیک برده نمیتونه، ایمانی که ما و شما را از یک کار بد منع کرده نمیتونه. ما و شما در یک حالت قرار گرفتیم. قل هل ننبئکم بالاخسرین اعمالا، آیا خبر بدم شما را به زیانترین انسان از حیث عمل؟ الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا، کسایی که سعی و تلاش و عمل همشان در این دنیا ضایع شد و هم یحسبون، در حالی که خود از اونها گمان میکنه یحسنون صنعا، که بهترین اعمال انجام دادن. این کدام انسان هاست؟ اینمی انسان هایی است که در بدعت ها و در امورات جدیدی که در دین از پیش خود اضافه کردن، از هوا و هوس خود اضافه کردن، از پیروی از انسان های دلالت و گمراهی که گرفتار هستند از اونها پیروی کردن و او را من حیث دین انجام میدن. نه تنها که از این عمل توبه نمیکنن، بلکه اعمال مایه نجات و مایه اجر و ثواب خود میشمارن. وسیله در دین به نام بدعت یاد میکنن. برادر اسلام، اگر ما شما در قضایای روزمره خود داخل شویم، اگر ما تو در حیات و زندگی خود داخل شویم، چی از حیث عقیده، چی از حیث عبادات، چی از حیث اخلاق و چی از حیث معاملات، امروز که ما و خود را یک بررسی بکنیم، واقعا ما تو در میابیم که امروز متاسفانه با کمال تاسف مسلمان ها چی در سرزمین افغانستان ما و تو، چی در سرزمین های دیگه اسلامی آنقدر در این بدعت ها گرفتار شدن، آنقدر در این بدعت ها گرفتار شدن که اصلا حاضر به این نیستن که از این مصیبت ها خود نجات بدن. و نه تنها که نجات نمیتن، بلکه از او من حیث دین از او دفاع میکنن و او را در حیات زندگی خود پیاده میکنن. دور نمیریم، قضایا را بسیار بعید نمیگیریم، بلکه بسیار با قضایای نزدیک صحبت میکنیم. نزدیکی که امروز اکثریت مردم افغانستان ما و تو، اکثریت مردم ایران ما و تو، اکثریت مردمان تاجیکستان ما و تو و در بسیاری مناطق دیگر در روی دنیا از جمله امورات و بدعت هایی که در دین اصل نداره
و ما و شما او را من حیث دین تجلیل میکنیم، من حیث دین روز مبارک میشماریمش، من حیث دین باعث اجر و ثواب قبولش میکنیم. عبارت است تجلیل از روز نوروز است که در این هفته برای ما و شما فرا میرسه. برادر اسلام، تجلیل از روز نوروز که به صدها سال قدامت داره و قدامت از این حتی قبل از اسلام در ایام زردشتی ها و مجوسی ها و آتش پرست ها میرسه، با کمال تاسف بگویم که سلسله و سلسله تا امروز ما و تو که با گذشت هزارها سال از سرش میگذره، امروز هم کاش که یک در یک کشور هندو، کاش که یک در کشور بت پرست، کاش که یک در کشور آتش پرست، کاش که در کشور یهود و نصارا تجلیل میشد. با کمال تاسف بگیم که امروز در کشورهای اسلامی ما و شما که در سرخطش نوشته جمهوری اسلامی فلانی، جمهوری اسلامی فلانی، جمهوری اسلامی فلانی، امروز با شان شوکتش این چیزهایی را که در دین اصل ندارن او را در دین اصل میتن، نه تنها که او را تجلیل میکنن بلکه او را من حیث یک روز بزرگ داشته و افتخار میکنن و از تجلیل از او افتخار میکنن. تا بکی برادر اسلام، اگر نمیفهمیدیم، میکردیم، جاهل بودیم، نادان بودیم، عفا الله عما سلف، عفا الله عما سلف، خدا ببخشه که چیز شده. ولیکن بعد از این که میدانیم، بعد از این که بررسی میکنیم، بعد از این که قضیه پیش ما و تو روشن میشه، بعد از این هم اگر در این دلالت و گمراهی ما و شما سرپیچی میکنیم و سرکشی میکنیم، پس به یقین بدانید که اسباب دلالت و گمراهی و هلاکت داره به دست خود فراهم ساختید. برادر اسلام، رسانه های خبری و تصویری و سمعی و صوتیش که اکثریت از این امروز در زیر دست دشمن های اسلام است و هدف از این اساسی از اینها بغیر از دلالت و گمراهی و انحراف مسلمان ها دیگر چیز نیست. بجای از اینکه حقیقت از این برای ما و تو بیان بکنه، بر علاوه از این بدتر برای ما و شما شان و شوکت میده و هر روز نوشته میکنه که 2 روز به نوروز مانده، 3 روز به نوروز مانده، فلان مانده و بسلان مانده، که تا تماما مسلمان ها را در این مسائل غرق بسازه. چرا؟ هر زمانی که ما و شما از راه راست انحراف کردیم و هر زمانی که در تطبیق احکام الهی ما و شما هوا و هوس ما و تو قرار گرفت، بالاخره دلالت و گمراهی و خسران و هلاکت شامل حال ما و تو میشه. پس کلمه نوروز که در برخی از لغت ها به نام نی روز هم یاد میشه، از نامش معلوم است که روز نو. برادر اسلام، روز نو. و زمانی که تاریخ شناس ها در رابطه با نوروز تحقیقات را انجام دادن، اصل نوروز پیدا کردن نتونستن که اصل از این تجلیل از نوروز از کدام وقت زمان شروع شد. یعنی یک چیزی که اصلا اساس نداره. منتها تحقیقات بی حجاتی که در رابطه با صورت گرفته، بالاخره تجلیل از نوروز، ببینید که کتاب های تاریخ میگن تجلیل از نوروز یا به خاطر ولادت زردشت که یکی از کسایی بود که دین زردشتی را در منطقه فارس و افغانستان و خراسان ما و شما پایه‌گذاری کرد و بالاخره این دین تا به وقت آمدن اسلام در این مناطق وجود داشت و هر زمانی که دین مقدس اسلام در سرزمین‌های ما و شما داخل شد، یک تعداد زیاد از این زردشتی ها در دین مقدس اسلام داخل شدند و بالاخره یک تعداد کم دیگه شان که ماندن به نام مجوسی ها تغییر نام دادند و بالاخره زمانی که تحقیقات تاریخی در رابطه با نوروز و نیروز، روز نو صورت میگیره، کتاب‌های تاریخ برای ما و تو میگه که این روزی است که در مناطق فارس و خراسان که امروز مناطق ما و توست تجلیل می شده و هدف از این تجلیل هم به خاطر بزرگداشت از روز ولادت زردشت و یا هم به خاطر بزرگداشت از ایجاد آیین و یا دین زردشتی ها و یا هم به خاطر بزرگداشت از تجلیل آتشی که در آتشکده مجوسی ها روشن شده بود و او آتش هیچ وقت خاموش نمیشد. اگر خاموش میشد آتش دیگر انداخته میشد. از روز اولی که آتش به خاطر پرستش عبادت ایجاد کرده بودن، او را به نام نوروز یاد میکردن و تجلیل میکردن. برادر اسلام، پس خود از زحمت بتین، تکلیف بتین.
اگر در کدام سند تاریخی برای ما ثابت کردی که این نوروز و نیروزی که ما و تو امروز به این شان و شوکتش تدلیل میکنیم و این حکومت های دست نشانده که از قدیم زمان که همشان به خاطر هوا و هوس و قدرت خواهی خود هر بدعت و دلالت و گمراهی که در کشور بودن نه تنها او منع نکردن بلکه به خاطر بقای خود او را ترویج دادن. هر زمانی که انسان از خواهشات نفسانی خود پیروی کرد دیگه باز در غم حکم خدا نمیشه. این بدعت‌ها را کدام حکومت از بین میبره؟ حکومتی که خواهان تطبیق احکام الهی است، حکومتی که خواهان تطبیق سنت پیغمبر و قرآن عظیم الشأن است. اما کسایی که هوا و هوس خود و قدرت طلبی و چوکی طلبی دارند به خاطر بقای خود در هر بشلا در اونا دست میزنند، ولو که ترویج بدعت باشه، ولو که فحشا و بی‌حیایی باشه، ولو که بد اخلاقی و سود و ربا باشه که امروز ما و شما با چشم سر خود مشاهده میکنیم. حدیثی که همیشه از این منبر بیان میکنیم و باز هم تکرارا بیان میکنیم، از الله جل جلاله آرزومند هستیم که عقلهای خود یک اندازه به کار بیاندازیم. برادران اسلام، فاتقوا الله ما استطعتم. خداوند جل جلاله میگه که از خدا بترسین همه قدر که میتونید. آل بالای ما و تو کدام حکومت فشار آورده که حتما باید ما و تو از نوروز تجلیل بکنیم؟ کدام حکومت بالای ما و تو زور آورده و فشار آورده و تمام امورات برای ما و تو قطع بکنه که از این اصلاح بدعت ما و تو تجلیل بکنیم؟ این خو هوا و هوس خود ما و تو است. دین مقدس اسلام دین است که تمام امورات و ضرورتهای حیات و زندگی انسان فراهم ساخته. آن چیزی که انسان به او ضرورت داره و نیاز داره دین مقدس اسلام آورده و تمام از ضرورتهای نیازهای زندگی اجتماعی، فردی، سیاسی، اقتصادی همش برایش بیان کرده و حتی آخرتش هم برایش بیان کرده است. خوشی، ساتیری، رفتن به میله، سفر کردن، به زمین سفر کردن، بازدید کردن از طبیعت چیزیست که شریعت برای ما و شما اجازه میده. والله جل جلاله بار برای ما و شما قل سیروا فی الارض، برین در زمین چکر بزنین. چه قراشی؟ برین به زمین چکر بزنین، ببینین قدرت‌های خدا را مشاهده بکنین، امتهای گذشته را مشاهده بکنین، قوم عاد مشاهده بکنین، ثمود مشاهده بکنین، نوح علیه السلام مشاهده بکنین، فرعون مشاهده بکنین که خدا چه قسم ضرر بربادشان کرد و هلاکشان کرد. برید از زمین سفر بکنین. سفر کردن کدام چیز حرام نیست که ما بگیم حرام است. ساتری و خوشی و رفتن به میله کدام چیز حرام نیست که ما بگیم حرام است. برادر اسلام، لیکن آن چیزی که حرام می باشه، لیکن آن چیزی که ناجایز می باشه، لیکن آن چیزی که ناروا می باشه، هر زمانی که ما و شما در این سفر خود، در این میله خود و در این ساتری خود و در این خوشی خود چیزهایی را اضافه کردیم که شریعت او را نمی بسنده. این اینجاست که با شریعت که باز ما تو را اجازه نمید، باز ما تو را اجازه نمید. حضرت نبی اکرم صلی الله علیه و سلم زمانی که از مکه مکرمه در مدینه منوره هجرت کردند و بالاخره در یکی از روزها مردمای مدینه منوره دیدن که همشان سیر رفتن در دشتها و در کوهها و در اینجا برآمدن. سیل است و ساتری است و جشن است و بشلا تجلیل است و دیگر. حضرت پیغمبر پرسید که چی گپ است؟ چرا شما امروز تو خوشحالی دارین؟ چرا امروز تجلیل میکنین؟ بالاخره مردمها براش گفت که یا پیغمبر صلی الله علیه و سلم، این روزی که ما تجلیل کردگیستیم این روزهایی بود که در ایام جهالت یعنی قبل از اسلام این روزها را ما در مدینه منوره تجلیل میکردیم، خوشی میکردیم، پایکوبی میکردیم، ساتری میکردیم، میله میکردیم و با اون سلسله این را هم امروز ما تجلیل کردگیستیم. و بیاییم ببینیم که پیغمبر صلی الله علیه و سلم در این رابطه چی میفرماید. آیا تاییدش میکنه؟ آیا ردش میکنه؟ و آیا تعدیلش میکنه و یا تنظیم و ترتیبش میکنه؟ آیا پیغمبر میگه که نه شما من حیث مسلمان حق ندارید که خوشی بکنید، ساتری بکنید، میله بکنید؟ و آیا میگه که خب عمو که جاهلا کردن و مشرکا کردن شما هم بکنید؟ نه، بلکه پیغمبر صلی الله علیه و سلم میایه و قضیه را برای ما تو تعدیل میکنه. چه قسم تعدیل میکنه؟ تعدیل میکنه که با احکام اسلام مطابقت داشته باشه، تعدیل میکنه که با احکام الهی مطابقت داشته باشه، با خواهشات نفسانی و جاهلیت ارتباط نداشته باشه، با دلالت و گمراهی ارتباط نداشته باشه، بلکه با احکام الهی مطابقت داشته باشه. پس به این خاطر است که پیغمبر صلی الله علیه و سلم میفرماید
که الله جل جلاله این روزهایی که شما در جاهلیت او را برگزار میکردین و تجلیل میکردین، الله جل جلاله این 2 روزه به 2 روز بهترتر از این برای شما تبدیل کرد. این 2 روزه به 2 روز بهترتر برای شما تبدیل کرد که در این روزا شما خوشی بکنین، ساتری بکنین، میله بکنین. خوشی و ساتری و میله که در او مخالفت احکام شریعت نباشه. و بالاخره زمانی که در تفسیر از این حدیث محدثین گرام و محدثین کرام تحقیق میکنند و بالاخره 2 روزه را که در مدینه منوره قبل اسلام موردش تجلیل و مورد بزرگداشت قرار میگرفت، زمانی که محدثین در این رابطه برای ما شما بیان میکنند، این 2 روز یکی از این روزها روزهای نیروز بود که ما تو به نام نوروز زیادش میکنیم. و ببینید که نوروزی که در فارس از ایام زردشتی ها به میراث مانده بود، حتی تا مدینه منوره هم انتقال پیدا کرده بود و بالاخره مردم مدینه منوره با پیروی از این زردشتی های فارس ما و شما این روزها را تجلیل میکردند. زمانی که پیغمبر صلی الله علیه و سلم در اونجا رسیدند و دانستند که ایامی است که زردشت یک دین باطله که از نزد یک انسانی که از هوا و هوس خود یک دین را پایه‌گذاری کرده و کسایی که به خاطر عبادت خود بر روی آتش او را روی میارند و کسایی که اونا از پیش خود چیزهایی را مبارک میسازند و چیزها را بهتر میسازند، پیغمبر صلی الله علیه و سلم این موضوع را منع کرد. چرا؟ موضوع مسلمان هستیم، موضوع اسلام هستیم و دین موضوع کامل است. دین موضوع کامل است و موضوع هیچ ضرورت به زردشت نداریم، ضرورت به مجوس نداریم، ضرورت به یهود نداریم، ضرورت به نصارا نداریم و ضرورت به این بت پرستایی نداریم که امروز با کمال تعصب بگیم که تمام تقالیدش امروز در بین ما وجود دارد. مؤسسه هنری پیمان فیلم، مرکز تولید فیلم ها و برنامه های اسلامی در افغانستان. انتشارات سید جمال الدین افغانی، مرکز فروش محصولات پیمان فیلم. دکتر محمد ایاز نیازی، استاد عبدالظاهر داعی، استاد عبدالسلام عابد، استاد نورالله کوثر، قاری مجیب الرحمن انصاری، شیخ محمد صالح پردل، مولوی عبدالعلی خیرشاهی، مولوی عبدالقاهر ابوالاسرار، مولوی ابو عبید الله متوکل، که تمامی این موضوعات را شما می توانید از مرکز فروشات ما، انتشارات سید جمال الدین افغانی، کارت 4، عروج کامپیوتر پلازا، منزل تحتانی، دکان شماره 4 به دست بیاورید. موضوع مسلمان هستید. دین موضوع توسط رب العالمین تکمیل شده. او ذاتی که زمین و آسمان پیدا کرده، او ذاتی که تمام امورات موضوع را میفهمه، او ذاتی دین تکمیل کرده و هیچ چیز نیست که مگر برای موضوع بیان کرده است. پس اموراتی که امروز برادر اسلام ما و شما با کمال تعصب بگوییم در تجلیل ما و شما از روز نوروز من حیث روز اول سال میکنیم، به یقین براتون گفتم میتونم که مشابهت با نموز در دشتی ها و مجوسی ها است که هیچ ارتباط با اسلام نداره. تقالیدی که امروز ما تو به نام دین میکنیم، با کمال تعصب براتون بگویم، عادات و تقالیدی که در این روز ما شما من حیث دین میکنیم، اصلا در دین امروز اساس نداره. اگر ما تو یک ذره عقل خدا با کار بیاندازیم، عقل تا با کار بیاندازی، با یقین میدانی که چیزهایی که امروز در مزار شریف و در بلخ، در کندوز و یا در سخیجان موتو صورت میگیره هیچ اساس در دین نداره. برادر اسلام، و بارها براتون میگم ما تو دین از جناب نبی اکرم صلی الله علیه و سلم میگیریم. پیغمبر صلی الله علیه و سلم برای موتو مقتداست، برای موتو پیشواست. و لکم فی رسول الله اسوة حسنه لمن کان یرجو الله والیوم الاخر. در پیروی پیغمبر صلی الله علیه و سلم بهترین قدوه و پیشواز برای شما. برای کی؟ برای کسی که به خدا و روز آخرت ایمان داره و امیدوار است. من نمیگم خودتان بگوییم برادر اسلام و بعد از اون قضاوت بکنید و عقلتان با کار بیاندازید. همین ترتیباتی که امروز ما و شما در ولایت بلخ میگیریم تقریبا 1 ماه پیش ترتیبات آغاز شده است و اموراتی را که ما تو در کارته سخی میکنیم و کارهایی را که ما تو در امام صاحب کندوز میکنیم برادر اسلام، اصل اساس از این ما تو چی بیان میکنیم؟ اصل اساس از این چی بیان میکنیم؟ میگیم جنده بالا شد، جنده شاهی ولایت ما، جنده حضرت علی کرم الله وجهه. حضرت علی کرم الله وجهه خلیفه چندم بود برادر اسلام؟ خلیفه 4م بود.
یعنی به این معنا که اگر، و ما در حقیقت براتان میگم برادر اسلام، که هیچ گونه اثر از علی کرم الله وجهه در رضوی شریف وجود نداره برادر اسلام. این تمامش امورات است، به یقین گفتم میتونم براتان که علماء به اصطلاح بقایای زردشتی ها و مجوسی هایی که زمانی که مسلمان ها در این منطقه موضوع داخل شد و خواستن که عادات و تقالیدشان خواسته و ناخواسته برای ما و شما بیان بکنن و یا عادات و تقالیدشان رواج داشته باشه، بالاخره چیزها را برای ما و شما وجود آورد. چرا در بلخ پیش خود همه فکر کردین که چرا در بلخ این همه چیز صورت میگیره؟ وجهت از اینکه ما شما زمانی که در تاریخ مراجعه بکنیم، بلخ جایی است که آتشکده مجوسی ها در اونجا روشن میشه برادر اسلام. چرا در دیگه جایی نمیشه که در بلخ این کار صورت میگیره؟ و کی گفته میتونه والله اعلم که اگر ما تو در تاریخ مراجعه بکنیم، کی گفته میتونه که محلی که امروز روزه قرار داره شاید کمی محل باشه که در آتشکده مجوسی ها بوده باشه؟ کی گفته میتونه؟ ببینید که در چه حالت گرفتار هستیم. آذان محمدی 5 وقت ندای الله اکبر بزرگ است، برای هر یک موضوع در گوش ما میرسه. حی علی الصلاة، بشتابین به طرف نماز. حی علی الفلاح، بشتابین به طرف کامیابی. کسایی را در منطقه خود میشناسیم برادر اسلام که ندای محمدی 5 بار در گوششان میرسه، لیکن قدمشان تا مسجد نمیآید. ولیکن اون کسایی هستن که وقت رفتن در روزه صرف جایا را بوک کردن، جایا را گرفتن که باز تجلیل سر رو میکنن. از خدا بترسیم برادر اسلام. حضرت نبی اکرم صلی الله علیه و سلم میفرماید انسان مؤمن و مسلمان حق ندارد که به خاطر زیارت یک مسجد بغیر از 3 مسجد در تمام مساجد روی زمین دیگه ما تو حق نداریم که بار سفر بسته کنیم و به خاطر زیارت فلان مسجد بریم. پیغمبر صلی الله علیه و سلم ما تو حق نداده برادر اسلام. چرا؟ پیغمبر خود میفهمید. پیغمبر اگر نمیفهمید خداوند میفهماندش. و الله جل جلاله عالم الغیب و شهادت است که اینم تو روزهای میآید که بالاخره این مسلمان ها در این مشکلات را و در این دیگه بالاخره بار سفر بسته میگن. کجا میری؟ روضه شریف میریم. کجا میری؟ زیارت سخی جان میریم. کجا میری؟ به اصطلاح بلند کردن جنده میریم. و برادر هستم بلند کردن جنده در کدام وقت صورت گرفته؟ جنده در کجا بلند میشه؟ شاه ولایت ماب جنده حضرت علی کرم الله وجهه و حضرت علی کرم الله وجهه خلیفه 4م است. یعنی به این معنا که خلیفه اول، خلیفه دوم، خلیفه سوم و خلیفه 4م و در سرخط خودشان حضرت نبی اکرم صلی الله علیه و سلم این عمل انجام نداده. چرا موجود از زیارت به زعم و گمان خود بس سر زیارت خود اصلا حضرت علی کرم الله وجهه ما و شما این جنده را بالا میکنیم، یعنی به این معنا که در اونجا قبرشان است. از خدا بترسین برادر اسلام. اگر یکی از اصحاب پیغمبر صلی الله علیه و سلم از ابوبکر گرفته تا آخرینشان اگر در عهد و زمان موعود زنده شود و این کسایی که مثلا به نام حضرت علی کرم الله وجهه جنده را بالا میکنه، قسم است که یکی شبانه ایمانه که مگر از تیغ شمشیر میکشه. این بدعات و این فسادات و این خرافاتی که ما تو انجام میدیم و این به اصطلاح تقربی را که به خدا حاصل میکنیم به خاطر بلند شدن جنده، که چه حال است که هر کس میگه دستم به جنده برسه، به جنده که رسید دیگه خلاص معاف شدی از گناه ها، به اصطلاح براحت حاصل کردی. و 3-4 تا به اصطلاح دجال دیگه در اونجا شیشتگی است و به خاطر از اینکه جیبای مردم و به اصطلاح کار مردم بگیرن، الا فلانی بینا شد، الا فلانی لنگ. واس خدا بترس. خب ما مسلمان چرا قبیح شدی؟ او مسلمان چرا اینقدر ذلیل شدی؟ او مسلمان چرا قدر خوار شدی؟ تاریخ ثابت میکنه که در پیش قبر پیغمبر کس رفته باشه، شیشته باشه، به اصطلاح شفا یافته باشه. پیغمبر صلی الله علیه و سلم زمانی که در مدینه منوره رفتن، زمانی که مریضا می آمد، پیغمبر میفرمود مریضا را که برین پیش دکتر تداویتان بکنین، علاجتان بکنین. مردم حیرت میموند. پیغمبر دکتر تداوی مرض قدر الهی است، تقدیر الهی است، شفا تقدیر الهی است. تقدیر الهی را توسط تقدیر الهی ببرید. کدام تاریخ برای موضوع ثابت میکنه که کدام لنگ و کود پیش قبر پیغمبر 6 تا به اصطلاح بینا شده؟ خدا بترسین برادر اسلام. 3-4 تا دجال، 3-4 تا دروغگو، 3-4 تا تجاری که از پول باطل جیبهای خدا پر میکنه فقط به خاطر ترویج نمی فساد.
5-6 تا نفر به اصلاح فایده میبره و بس دیگه. فقط اینمی دلالت و گمراهی برای ما تو انداخته که سفر و مشقت، نماز قضا میشه، روزه قضا میشه، خدمت پدر و مادر میمانه، مصالح همه چیز ترک میشه. کجا میری؟ در مزار میرم. و برادر از خدا بترس، از خدا بترس. پیغمبر میفهمه لا یشد الرحال، بار و بسته انسان بند نمیشه مگر به 3 مسجد. 3 مسجد در قدم والش مسجد الحرام است که خواندن یک نماز به اندازه 1 لک نماز فضیلت و برتریت داره. در قدم دومش مسجد نبوی شریف است که خواندن 1 نماز به مانند 1000 نماز فضیلت و برتریت داره. و مسجد سومش که همه ما فراموش کردیم. چرا به خاطر بیت المقدس سفر نمی‌کنی؟ چرا به خاطر بیت المقدس بار توارث بسته نمی‌کنی؟ و هدف ما هیچ وقتی نیست که ما تو سیر نکنیم، ساتری نکنیم، میله نکنیم، در طبیعت نریم، مشاهده نکنیم. نه، بلکه تخصیص از این روز بینمی کارها و تخصیص از این روز به خاطر تجلیل چون چیز است که از ادیان باطله سابقه برای ما تو میراث مانده و در اسلام هیچ کدام سندی نداره. پس کوشش بکنیم برادران که آهسته آهسته گلم از این چیزا را از خانواده خود جمع بکنیم. و مسئله عفو میوه که همیشه در روز اول نوروز اکثریت خانواده های ما شما میکنند به نام عفو میوه و به نام فلان مستان برادران، متوجه باشید که هم از عادات و تقلید اون نموز زردشتی هاست که در عصور مختلفه تاریخ اشکال مختلف بر خود گرفته. افسین بود و افشین شد و افچین شد، بالاخره عفو میوه شد که امروز ما تو را تجلیل میکنیم. عفو میوه حرام نیست برادران، عفو میوه حلال است. ای کاش که ما تو هر روز عفو میوه بخوریم. منتها کردن عفو میوه در این روز و به نام روز نوروز که مشابهت با مجوس و یهود و نصارا و دیگهش از این خاطر من میگم ناجایز است. پس ما و تو در رابطه با تخصیص عبادت، در رابطه با تخصیص مکان عبادت، در رابطه با تخصیص اوقات عبادت، ما و تو مکلف به پیروی از پیغمبر و پیروی از قرآن و سنت هستیم. ما و تو حق نداریم که یک جای به خاطر عبادت تخصیص بدیم. ما و تو حق نداریم که یک وقت به خاطر عبادت تخصیص بدیم و ما و تو حق نداریم که عبادت را برای خود تخصیص بدیم که دین مقدس اسلام برای ما شما او را نگفته است. در یکی از روزا شخص آمد از پیغمبر صلی الله علیه و سلم پرسان کرد و گفتن که یا نبی اکرم صلی الله علیه و سلم من نظر کردگی است. یکی مسئله نظر هم یادم رفت که بگویم. این نظر سخیجانه که امروز ما و تو میکنیم و این نظرهای باطل که امروز در زیارت روضه ما و تو میکنیم و چند تا دجال شیشتن و در اونجا نظرهای مردم گرفته میرن، با یقین بدانیم برادران که اگر حقیقت از این نظر ما و تو آگاه شویم، این نظر همیش نظر مشرکانه است که اونم مشرکا به خاطر بتهای خود میگن. نظر عبادت است، نظر عبادت است و این عبادت به غیر از الله واحد و یگانه و احد من المخلوقات که در جواز نداره. این که امروز به شما نظرهای فلان داریم و بستان داریم، از خدا بترسیم برادران این چیزهایتان تصحیح بکنیم قبل از اینکه در آتش جهنم باز تصحیح شوید. شخص آمد پیش پیغمبر صلی الله علیه و سلم و گفت یا پیغمبر من نظر کردگی که خاص از برای خداوند یک شتر در بوانه ذبح بکنم. بوانه نام یک منطقه بود در نزدیکای مدینه منوره یا مکه مکرمه. پیغمبر صلی الله علیه و سلم فرمود که آیا در بوانه کدام بت در زمان جاهلیت در اونجا وجود داشت؟ گفت نه یا پیغمبر کدام بت وجود نداشت. گفت آیا در بوانه کدام تجلیل از اعیاد و یا روزهای بزرگ جاهلیت در اونجا صورت میگرفت؟ گفت نه یا پیغمبر صورت نگرفت. خب زمانی که چیزا صورت نگرفت گفت حالا نظر کردی برو در بوانه ذبح ابل یا ذبح شتر بکن. از این حدیث چی برداشت میکنیم برادر اسلام؟ از این حدیث ما شما یه برداشت میکنیم که هر زمانی که ما تو یک چیز تجلیل میکنیم و این تجلیل ما شما مشابهت با کسایی داره که خلاف احکام اسلام و دین هستند، او تجلیل ما تو جواز نداره. و به می خاطر است که زمانی که امروز اکثریت ما شما با نام عادت، به نام تقلید، به نام عنعنات یادش میکنیم و خودت تیر میکنیم و از این تجلیل بکنیم، متوجه باش که عادت و تقلید و عنعنات ما تو زمان اعتبار داره که در قدم اول مخالف احکام شریعت نباشه، در قدم دوم مشابهت با ادیان باطله و منحرفه نداشته باشه. هر زمانی که عادات و تقالید ما شما مخالف احکام شریعت باشه، موافق با عنعنات و تقالید مشرکین و جاهلیت باشه، بازی عادات و تقالید ما و تو حق نداریم که عنعنات و این تقالید و این عادات انجام بدیم. این نوروز عنعنه ما و تو نیست، این نوروز عادات و تقالید ما و تو نیست. این نوروز عبارت از اونم ایده‌هایی است که در نظام
مجوسی و زردشتی انجام میشد، در آتشکده بلخ اجرا میگرفت و امروز ما و شما بایستا این دامن زده میریم و این رسانه های خبری و این حکومت های مستبده که در هر زمان به خاطر از بین بودن از این بدعت‌ها در کشورها قیام نکردند و فقط به خاطر بقای خودشان بود و به خاطر بقای خودشان احکام اسلام و احکام دین از زیر پای میکردند. در قدم این وظیفه حکومت هاست برادران. اگر حکومت اقدام نکرد در قدم اون وظیفه ما تو مسلمان است. ما تو مسلمان را کسی مجبور نکرده، مرا خو مجبور نکرده که حتما باید بری. ما باید این چیزا را انجام ندیم. ما اگر میخواهیم که مطابق سنت پیغمبر صلی الله علیه و سلم احکام زندگیتان انجام بده، پیغمبر صلی الله علیه و سلم برای ما تو فرموده که بغیر از 3 مسجد دیگه در هیچ مسجد در روی دنیا کسی حق نداره که بار بستری خود بسته کنه که ما به خاطر زیارت از اون مسجد میریم. الله جل جلاله ما و شما توفیق به اعمال نیک نصیب فرمایا. اللهم ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا يا مولانا انك انت التواب الرحيم. اللهم انا نسالك العفو والعافيه والمعافاه في الدين والدنيا والاخره والصحه والمال والاهل والبدن. انت ولينا في الدنيا والاخره. توفنا مسلمين والحقنا بالصالحين. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. و نگهداری آسمان و زمین بر خداوند گران و دشوار نمی باشد و خداوند بلند مرتبه و بزرگ است و پروردگار علی و عظیم است. این صفتی است که به پروردگار در این آیه مبارکه داده شده است و به همین اساس هم است که بازم به عرض رساندیم که علم پروردگار محیط است به همه چیز و خداوند را عجز و ناتوانی و چرت و خواب فرا نمیگیرد و اینکه خداوند مثلش چیزی نیست و صفات پروردگار مثل صمد، مثل رحمان، مثل قدیر، مثل قوی، مثل قیوم، مثل قهار، اینها صفاتی است که برخی از این صفات ذاتی پروردگار است که به ضدش متصف نمیشه به پروردگار و برخی صفات فعلی است که خداوند طبیعتا وقتی که به انسان قریب است بعید هم هست، یعنی صفاتی است که پروردگار یعنی کریم است به دی از بندگان خود و برخی هم کریم نیست به خاطر اینکه که افرادی هستند که از عبادت پروردگار سر باز میزنند و گفته شده که اگر از صفات پروردگار وقتی پرسان میشه او احد است، صمد است که لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. در سوره مبارکه اخلاص قل هو الله احد الله الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. خداوند احد است، تنهاست، هیچ شریکی در هیچ شکل با پروردگار نیست، لیس که مثل شیء و صمد است، بی‌نیاز است، مردم به او نیاز دارند ولی پروردگار به کسی نیاز ندارد. لم یلد ولم یولد، نه زاده شده و نه هم زایده است و لم یکن له کفوا احد و برای پروردگار شریک نیست. و همین قسم است که وقتی که از خداوند وقتی که شما پرسان میکنید خداوند را ما یاد میکنیم با صفاتش. به معنی نیست که وقتی صفات پروردگار یاد میکنیم خداوند را میگیم خداوند چند تاست. خداوند الله لا اله الا هو عالم الغیب و الشهاده هو الرحمن الرحیم. این تعریف پروردگار است. خدایی است که لا اله الا هو، خدای غیر از او نیست، عالم غیب و عالم پنهان و عالم آشکار است و رحمان و رحیم است. این صفت پروردگار است و نام پروردگار است. وقتی که از فعل پروردگار پرسان میشه گفته میشه که چی حالت داره، گفته میشه که کل یوم هو فی شأن، یعنی خداوند به غیر احوال عباد است، به مشیت ازلیه‌ای که در او تغییر نمی باشد. یعنی خداوند در همه حال مسیطر است و به همه چیز عالم است و به همه چیز آگاه است. بحث سال نو، بحث نوروز، این بحث نیست که ما یه دینی به سال مثل که در افغانستان یه جنبی دینی میدن
و این تقدس دینی دادن، یا در ایران مثلا مناسبت ها یا حالت هایی است که باید حتما 13 بدر بعد رفت و بعد حتما چهارشنبه سوری باید از سر آتش برید و بازی در تلویزیون ها نشان میدن که سرخی من از تو، سردی تو از من و نمیفهم، به اساس شما شفا پیدا میکنیم. یعنی تقدس با آتشی که بر اون میپرند، یا تقدس به اون سمنویی که جور میکنن از سمنک، که جور میکنن از سبزی، اینها کاملا رد است و خلاف شرع است. و رسول خدا صلی الله علیه وسلم میفرمایند که من احدث فی دیننا شیئا لیس منه فهو رد. هر کس در دین ما چیزی را از خود بیاورد رد است، و هر چیزی که ما بخوایم او را به این شکل سبقی دینی میدیم غلط است. ولی از باب ازی که به اصطلاح مردم به این چیزا پابند هستند و مردم این را بسیار زیاد بزرگ میسازن و فرمود شما بزنس ها را انداخته میشه، افرادی سفر میکنن. یعنی سفر کردن به یک از لحاظ شرعی میدانیم که سفر کردن فقط به خانه کعبه و به مدینه منوره جایز است و مسجد اقصی در صورتی که آزاد بگردن. به این زیارت های دیگه سفر کردن از لحاظ شرعی جایز نیست. شما طبعا به زیارت قبر ها رفته میتونید. کسی اگر مثلا در مشهد زندگی میکنه، یا کسی که مثلا در مزار زندگی میکنه، کسی در کابل زندگی میکنه، یک بزرگ، یک عزیزی وفات کرده، به زیارت قبرش میره. کسی در امریکا زندگی میکنه، زیارت قبر رفتن و در یک چوکات شرعی است که هدف ما کمک خواستن از قبر نباشه، هدف ما به اصطلاح شفا خواستن نباشه، جایز است. ما میریم به حق مورد دعا میکنیم و به اصطلاح از خداوند میخوایم که عاقبت همه ما رو به خیر بسازه و یک به یاد آخرت میفتیم، به یاد مردشان میفتیم. و این که ما بخوایم این رنگ بوی دینی بدیم و این به اصطلاح شرعی تایید کنیم غلط است. و این اگر هر کس این به شکل ساخته بیس و اساس غلطی گذاشته، خواه بر اساس تجارت گذاشته، خواه بر اساس استفاده مالی گذاشته، کاملا نادرست است. و باید به این موضوعات زیاد واقعا ما مسئله سالانه و چیز نکنیم. این گپ خواهر ما هم تایید است که ما باید بدانیم از سال هجری قمری خود چه وقت اول محرم است. یعنی واقعا اگر میتوانیم در اول محرم گفته شما یک مناسبت داشته باشیم که بر روز هجرت پیامبر خدا یک مناسبت داشته باشیم، بر روز نزول قرآن یک مناسبت داشته باشیم، این مناسبت ها در صورتی که برای تعلیم و برای آموزش باشه خوب است. در سال نو اگر ما مناسبت تفریح داریم به شکل سالم باشه، گفتم ما باز هم میگم که هر حرکتی از پریدن روی آتش گرفته، از سمنک جور کردن و به نام نذرانه قبول کردن، از رفتن به زیارت سخی به نام دیگه بینا میشه، اینا غلط است، اینا خلاف شرع است و در دین جایگاهی نداره و نه خدای گفت گفته و نه پیغمبری گفته و نه هم در شریعت اسلامی و به این چیزای اجازه داده شده. اما ولی اگر به عنوان یک تفریح سالم افراد جمع میشن، به خانه هم دیگر میرن یا میرن مثلا در یک پارک تفریح میکنن، در اونجا یک خوشی میباشه، یک بسکتبال، والیبال، یک گوده فرندازی، یک تفریح سالمی که در وطن ما گاهی بوده و لباس نو میپوشن، این کلام مشکل شرعی نداره که ما به این مثلا حساسیت نشان بدیم. و باز هم میدانیم که عید مسلمان ها عید قربان است و عید اضحی و عید به اصطلاح روزه است و ما عید ما رو عید است. این خوشی های دیگری که مثل به نام سالگرد تولد است، مثل به اصطلاح جشن استقلال است، جشن پیروزی به اصطلاح تیم ملی افغانستان یا تیم ملی ایران است، یا جشن پیروزی یک کرکت افغانستان است، یا مثلا فوتبال است، یا مثلا جشن موفق شدن یک شاگرد در مکتب است، یا ای که مثلا در لیست کشورهای بسیار پیشرفته تکنولوژی افغانستان یا که قرار میگیره ما یک جشن میگیریم. اینا چیزهای پسندیده است برای خوش ساختن و برای تشویق دیگران، یعنی ممانعت شرعی نداره. ما بازم خواهش میست که بیاییم در راستهای اخلاقیات، در راستهای ادب اسلامی، در راستهای سلبریشن هایی که چوکات دین برای ما اجازه داره ما بعضی چیزها را انجام بدیم ولی از او خارج نشیم و هرگز به این مناسبت ها به عنوان مناسبت دینی فکر نکنیم و هرگز از اینا به عنوان یک چیز شرعی نسازیم که مردم را گرفتار یک شرک و یک بت پرستی دیگر بسازیم. ما برنامه ما تقریبا خلاص شده، تا برنامه بعدی شما را انشالله به خداوند بزرگ میسپاریم. یک چند تلفن هم مشغول است، معذرت میخوایم چون برنامه‌های دیگه شروع میگردن
بازم سال نو 1393 به شما تبریک میگیم. سال خوش، صلح و سعادت و پیروزی داشته باشیم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. بدعت عیدهای جدید. پیغمبر صلی الله علیه و سلم برای مسلمانان گفت که قبلا در جاهلیت عیدهای زیادی وجود داشت به نام مهرجان و نیروز و نوروز و ایگبها. خداوند متعال جل جلاله برای مسلمان ها 2 عید تعیین کرده که در این روز عبادت، مقدس دانستن این روزها این ثواب داره. در این 2 روز روزه گرفتن ناروا هست، عید قربان و عید رمضان. عید دیگه در اسلام وجود نداره. اگر کسی روز دیگه را تجلیل میکنه به نام عید، در حقیقت خود گناهگار میسازه. بنابراین ما عید دیگه که در اسلام وجود نداره. از فرهنگ های قدیم بعضی از روزهای باقی مانده که در اون روز بعضی از اعمال فرهنگی و رواج ها صورت میگیرن. نسبت دادن این روزها و دین مقدس اسلام نوآوری و تجدید و اضافه کردن چیزهای جدید در دین مقدس اسلام است که باید از این جدا پرهیز کنیم. سبحان الله، سبحان الله، سبحان الله. بیننده ها و شنونده های عزیز، برای بهتر شدن برنامه های عطر قرآن و دانش برای همه، لطفاً نظریاتتان را با ما در میان بگذارید. ندعوك ونرجو غفرانك ربي. رحيم كريم عظيم غفار تواب رزاق شهيد اللهم صل على محمد وآل محمد. يا مسلمين صلوا عليه. اللهم صل على محمد وصحبه. يا مؤمنين صلوا عليه. حسبنا الله ونعم الوكيل. حسبنا الله ونعم الوكيل. يا ذا الجلال والعزة، يا ذا الجلال والعزة. حسبنا الله ونعم الوكيل. حسبنا الله ونعم الوكيل. يا ذا الجلال والعزة، يا ذا الجلال والعزة. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداء الدين واحم حوزة الإسلام واجمع كلمة المسلمين على الحق يا رب العالمين. اللهم ألف بين قلوبهم واهدهم سبل السلام وأخرجهم من الظلمات إلى النور يا ذا الجلال والإكرام والعزة.